سانه دوم ماه سال 2023 یک زن از جزوان زن صلح خورده که در شعبه امانت بانک در اسفره برای گرفتن پول نفقش نوبت میپوید $5000 پول نقد را دزدیده است. طوری که اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت شام 21 ماه سال 2023 خبر داد این حادثه صبح دوم ماه ساعت 09:40 دقیقه وقتی روی داد که ساکن جماعت چورکو سوجیده قلندر و صبح دوم ماه $5000 رو که فرزندش از روسیه فرستاده بود از خزینه بانک گرفته سپس برای گرفتن پول نفقه خودش نوبت ایستاده است. اکبر شریفی گفت در نتیجه احتیاط نکردن این زن مبلغ بزرگ را از دست داد، ولی به کارمندان میلیس میسر شد که خیلی زود این جنایت را آشکار و دزد را دستگیر کنند و پولهای دزدیده شده را به صاحبش برگردانند. با اتهام دزدی این $5000 زن 33 ساله ساکن جماعت نوگلم دستگیر شد. میلیس گفت او با استفاده از تنبشوی ازدحام در نوبت بانک و بی‌پروایی جبر دیده این مبلغ بزرگ را ربوده است. خود این زن میگوید به امانت بانک برای گرفتن نفقه کودکانم رفته بودم، در نوبت ایستاده بودم، آدم بسیار بود، در سمکه همون زن پول را نمایان دیدم و بی‌عقلی کرده گرفتم. این زن در بیاناتش گفته است که دیدن مبلغ بزرگ اسعار خارجی و شرایط قلعی برای دزدی میل کج رفتاری در ضمیر او بیدار کرده است. شخصیت دزد را بر اساس ثبت ویدیو کامراهای نظارتی زود آشکار کرده و لکه دوام روز دوم ماه او را پیدا و دستگیر کردند، ولی او در بین چندین ساعت الکی $200 از پولهای دزدیده‌اش را عوض کرده و برای احتیاج خود صرف کرده بود. بعد دستگیر شدن این زن همه ضرر رسانیده‌اش را برقرار کرده و $5000 را پره به صاحبش برگرداند. در حال حاضر به سبب در تربیتش قرار داشتن طفلان نابالغ این زن را به شرط ترک نکردن محل زیستش شرطاً آزاد کردند، ولی به ضد ساکن جماعت نوگلم بر اساس ماده 244 با اتهام دزدی پرونده جنایتی گشودند و به او بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه و یا چند سال زندان تهدید میکند.